به سنگ نیاز داریم. سنگ خیلی نیاز داریم. بچه یکی از گندمامون در اومده نماشش دارم نمیکنیم تا همشون در بیاد. بچه رو بکنیم نشون بدم من چقدر زحمت کشیدم. نکنه بچه این همه رو من تنهایی کندم واقعا. زیر پامون میذاریمش و ببینیم میتونیم باشون نردبون درست بکنیم. به درود گایز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه با محمد گیم. دورتون بگردم من بچه اومدیم با پارت 4 گیم ماینکرافت. پارت قبلی بچه رفتیم باغبونی کردیم و یه مزرعه‌ای رو درست کردیم و داخلش گندم کاشتیم که بتونیم با استفاده از گندم نون درست بکنیم و غذای بی‌نهایت داشته باشیم. حالا بچه باید چیکار کنیم؟ در این قسمت از ویدیو باید بریم ماب فارم درست بکنیم. ماب فارم چیه؟ یه بچه محفظه هستش، خب تاریکه، یعنی نورش صفره، وسطش 4 تا راه آب میریزیم و وقتی که شب میشه ماب، نمیدونم شب یا روز، مابا اسپان میشن داخلش و میان داخل آبا و از طریق آبا میفتن پایین و ما اونا رو میکشیم و بهمون گوش میده و چیزای خوبی میده بالاخره. خیلی خوب، بدون معطلی مقدمه بزنیم سراغ گیم. فقط از اینکه بریم سراغ گیم، اگه دکمه سابسکرایب ندارید دکمه سابسکرایب بزنید، لایک هم بزنید، زنگ نوتیفیکیشن بزنید، روی آل و ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشید میای ویدیو منو میبینی. پس بزن بریم هر چیز سریعتر وارد خیلی خوب. به این از خونمون. خیلی خوب بچه ها، ماب فارم از نظر من اینجا ماب فارم درست کنیم، نکنیم این قسمت. البته نه این قسمت هم بچه نکنیم نور خوشنگی برای هیچ. اینجا درست میکنیم یا اینجا درست کنیم، خب یا اینجا. نه اینجا میخوام چیز درست کنم، حیوان بیارم. اینجا نه، همونجا درست میکنیم. خب بچه برای این کار به سنگ نیاز داریم. سنگ خیلی نیاز داریم. الان من چقدر سنگ دارم؟ این خودم بچه من 7 تا استک سنگ میخوام. خیلی خوب، همه کلنگو رو برداریم و بریم. سنگ ها رو از کجا بیارم؟ خیلی خوب، گوش بزنی برگردم. خیلی خوب، من اینجا برش کنم. آقا نه اینجا رو میکنیم. خب اینجا میکنیم، میریم و به سنگ میرسیم. آقا 3 2 1 شروع. هنوز شروع نکردم، شکست. بریم. اوه بچه ها داره شب میشه. بچه ها یکی از گندمامون در اومده نماشش دارم نمیکنیم تا همشون در بیاد. بچه داره شب میشه، بریم داخل خونه. 3 2 1 بخواب. there are okay. الان میگه روزه. بچه ها خوابیدیم خود. اوکی بریم بودو. بچه پشمام زغال خیلی به دردمون میخوره. بچه ها مابا رو که میکشیم اون XP فنه هم درست نمید نه؟ اونا بچه خیلی مهمه.
کارشون چیه؟ نمیدونم. واقعا کارشون رو نمیدونم. بچه هم اینجا تاریکه. همین بود و اینجا هنوز هست. خیلی اینجا تاریکه، برم بیرون. اوکی خیلی خوب، باز شروع کنیم به سنگ کندن. ایوال بچه 18 تا تول گرفتم دوبار سنگ. خیلی خوب بچه اینا از دومین پیککسمون هم که شکست. بریم بره بعدی. پیککس بعدی. خیلی خوب. حالا اینجا رو بکنیم. اینجا روشن شه. یه وقت دوباره شب میخوایم صبح بیایم اینجا ببینیم 1000 تا ماب اینجا اسپان شده. چی میشد مثلا همینجا رو دارن میکنن یهو دایمند ببینم خیلی خوب میشه جدا. نمیشه در این ارتفاع به هیچ وقت چیز اسپان نمیشه. هیچ وقتا که نمیدونم دایمند ولی اسپان نمیشه. خیلی خوب بچه اینا مثل خب برای اونایی که نمیدونن اینا مثل و به هیچ درد ما نمیخوره واقعا. اصلا مثل به در نمیخوره. آجی یهو فکر کردم یه چیزه آیرونه. یه خوشحال شدم ولی نه دقت کردم پس سنگه. چی میشد آیرونی بود مثلا؟ از سریتون ببینیم چند تا بچه تا رو جمع کردیم. 1 استک، 2 استک، 3 استک، 4 استک. 4 استک و 3 عدد سنگ ما جمع کردیم. هنوز ولی لازم داریم. هنوز بچه خیلی لازم داریم. بچه بازم کوم خیلی خوبه واقعا. بده بودو. بچه راستی سطر آب هم که میخوایم. حاجی باید غارم بریم بکنیم.
خیلی خوب بچه این هم فکرم از سومین پیکستمون که شکست. حالا بریم چند تا جمع کردیم. 1 استک، 2 استک، 3 استک، 4 استک، 5 استک، 6 استک. 6 استک و 8 تا. بچه ها یه بار بکنمش 8 تا استک که دیگه راحت باشه. خیلی خوب این از آخرین پیکستمون. آره این از آخرین پیکستمون. آجی داره شب میشه. داره شب میشه بچه ها. داره شب میشه. باید سری بریم خونه. خیلی خوب همین آقا بچه 52 تا من چی افت بزنم بایسته 52 تا جمع کردم. بسته دیگه. بودو داخل. خورشید خانم بره داخل. ما خوشگله بیاد بیرون. ما فعلا نیستش. ما هم بگیریم بخوابیم. حاجی سنگ گذاشتم اینجا. خیلی خوب. بعد از این همه خستگی این همه سنگ کندم بگیریم بخوابیم. خیلی خوب بچه ها نگاه کنیم بریم کجا حالا. بریم بچه ها نگاه کنیم بهتون نشون بدم من چقدر زحمت کشیدم. نگاه کنیم بچه ها این همه رو من تنهایی کندم. واقعا خیلی سخت بود ولی تمومش کردم. بله خیلی خوب مسخره بازی بسه. بچه نگاه کنین از چت جی پی تی من پرسیدم که چجوری باید موافقم درست کنم. چون بچه من تا حالا خیلی درست کردم خب ولی هیچ کدومش کار نکرده و اشتباه بوده. گفت 22 تا برو بالا. ما 22 تا میریم بالا. فقط بهش صبر کنیم. اینجا رو بچه باید بکنیم. ببینیم چی میخوایم بعد جاشو درست کنیم. خیلی خوب چند در چند؟ 3 در 4. 3 در 4 نمیخوایم 3 در 3 میخوایم. خیلی خوب حالا ما باید ایناشو باید سنگ بچینیم درسته؟ بله 22 تا بلاک. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22. اوکی حالا خیلی خوب بچه برم پایین. ای کاش چیز آورده بودم. خب صبر کنین الان من بچه درستش میکنم. یکی دونه کرافتینگ تیبل رو میرمش اینجا زیر پامون میذاریمش و ببینید میتونیم باشون نردبون درست بکنیم. نردبون میخوام. نه همش نه. اینا هشش 3 تا کافیه. اوکی خب بچه ما اینو بکنیم. بکن. حالا بچه نها کنین چه کلاچی میکنم من. بچه ها فقط شما نها کنین چه کلاچی میکنم. ریدم یک مقداری ریدم. اوکی بچه پوش زامبی. خیلی خوب بخونیم میریم بالا. این همه کی بودش. الان چرا اومدی پایین؟ بعد بریم باز بالا این رو بکنیم. برو بالا. خیلی خوب خیلی خوب بچه اینم باید بکنیم. اونم میکنیم. خیلی خوب
52 تا. الان بچه این از یه طرفش. خب از همین نردبونا میریم پایین. حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا این سه تا دوباره مثل این. بچه واقعا نمیدونم که درسته یا نه. حتما داخل کامنت رو بگید آیا دارم درست این کارو میکنم یا نه. اوه هنوز باید خیلی برم بالا. سنگم تموم شد. حاجی سنگ احساس میکنم که بیشتر نیاز داریم. خیلی خوب. بچه بریم پایین. حاجی زامبی. چرا زامبی اسمان شد؟ پشمون. حاجی گوشت پخته شده ندارم. حاجی بذار من این سیبه رو بخورم. میخواستم گل بیارم از این خوش گلدن اپل درست کنم. نه نمیشه. اوکی بچه من سریع برم غذاهامو بپزم. کولم که راستی دارم. عالیه. خیلی خوب. غذا اینو دارم. خب این هفته رو برم دارم. اینو میذارم اینو میذارم. حالا ما بریم گوشت رو بخوریم. به چه گوشت تازه بودش. خیلی خوب. خیلی خوب بچه حالا دوباره باید کلاچ کنیم. امیدوارم که بتونم. وای خیلی خوب. این بار هم ریدم ولی حالا از بار قبل بهتر. بچه میشه بهم بگیم هاپر باید چجوری درست کنم؟ اینجا باید هاپر بذارم. نمیدونم واقعا. خیلی خب بچه ها اینم از تمام اینا درستشون کردیم. بچه باید غذا بخورم. میخوام کلاچ کنم که اگر مردم اگر که نتونستم کلاچ کنم حالا نمیرم. از حاجی اینجا که چیز هستش. حاجی چرا اینجوری؟ اینا خیلی خوب بچه خیلی خوب شد باش واقعا. عالی شدش. حالا ما باید بریم بالا. بچه نردبون بگیریم که بخوایم بالا و پایین کنیم راحت باشیم. چوب دارم. کمه. خیلی خوب. اینجا 15 تا هستش. ببینیم بس میشه یا نه. نه کنیم اینجوری باید بچینیم بریم بالا. احساس کنم بس بشه آجی. نه بس نمیشه. چند تا دیگه میخوایم؟ 1 2 3 4 5 6 تا دیگه. با نردبون خیلی راحت اومدیم به پایین. خیلی خوب. حالا چی میخوایم بچه ها؟ نردبون هم میخواستیم. چی میخوایم؟ خیلی خوب. 6 تا. دقیقا 6 تاست. بریم. اوکی. آقا به بابا برو پایین. الان چه باید اینجا را خب بچینم 7 تا. این باید برم. بریم پایین ما فعلا. بودو دیگه. آقا
اینجا اینجوری، اینا اینجوریه. خب الان اینو تو ذهنتون داشته باشین. من همین کاملش میکنم، میام ویدیوشو میگیرم بچه‌ها. الان وقت نمیشه داخل این ویدیو کاملش میکنم، داخل ویدیو بعدی انشالله پارتای بعدیشو براتون میگیرم هر چه سریعتر. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها و ویدیو تا اینجا تموم میشه. عاشقتونم و تا ویدیو بعدی بدرود.